روزه که من در میدان سیاست آمدم الکی نآمدم، یعنی خیلی از یک جای نآمدم که من ندانم که این راه چقدر دشواری داره، چقدر تهدید داره، چقدر سختی داره. من همه این بخشا را گذشتم، آموختم، نظر کردم، خود در ترازو این راه ماندم که آیا من برداشت این راه دارم یا که ندارم. اگر که نمیداشتم که میدانم که یک روز فشاری میارن که بالای مادری من، بالای پدری من، بالای برادری من، بالای خواهری من، بالای یک خیش و فامیل و دوست و نزدیک من میارن، اگر من اینا را برداشت نمیداشتم مطمئن باشه من این راه انتخاب نمیکردم. و این راه خیلی سخت است، خیلی سنگین است. هر سگ دل نمیتونه در این راه ایستاد چه مبارزه بره. مطمئن باشین نمیتونه. من از وقتی که اومدم انتخاب کردم اولین پیغام بود که من گذشتم از بری همه چیز، از بری تمام خوشی‌های زندگی. در حالی که من اروپا اومدم همه چی را میتونستم به دست آورده، زندگی خوب میتونستم به دست آورده، بهترین ماشین میتونستم به دست آورده، بهترین غذا را میتونستم خورده، بهترین شیم و کاستوم میتونستم پوشیده، همه چی را به دست آورده میتونستم. ولی من از بری همه خوشی‌ها، همه زیبایی‌ها، همه این مال و ثروت و دولت دنیا، همه از بحر اینا گذشتم. راه مبارزه و سربلندی ملت من انتخاب کردم، چون میدانستم که در هر دور و زمان تاریخ بارها اثبات کرده است که هر ملت یک گروه باید قربان شود. چطوری که ما اروپا را زیباییش میبینیم، امریکا را بزرگی و اقتصاد و دولت و ثروت میبینیم، سنگاپور را میبینیم پیشروی و ترقیات، یک زمان یک گروه آمدن برای ملت ساختن، قربان شدن، زندان شدن، کشتن، رفتن، به نام و نشان شدن و تاریخ اثبات کرد که زحمت های اونا بود که امروز امریکا شد، انگلیس و آلمان و نمیدونم کانادا شد. یک گروه قربان شد و تصمیم گرفتن که ما یک گروه جوانا باید واقعا در این راه قربان شود. پیغام ها می رسید، فشار بود، تهدید بود، هر چیزی که بود. وقتی که یک ضربه می اومد من دو ضربه جواب می دادم. من اصلا برام مهم نبود، برای من خودم این راه انتخاب کردم. من هیچ گله از مردم ندارم، از هیچ راهبریت حرکت ندارم، از هیچ کسی ندارم. ولی وقتی کار تا جای می بیو کی ببینید یک قصه میکنم. یک نفری که من شاید 12 سال پیش سلام کرده باشم و شاید خطا نکنیم یک 15 سال پیش آخرین بار در یک میز نشسته همراهش درس خوانده باشیم. که امنیت امروزه، حکومت امروزه با راهبری کمیته امنیت همون نفر یک کمی مریضه میبره، فشارش میاره که آخرین بار 15 سال پیش من در یک میز همراهش درس خوانده باشم. پس چگونه من شما را دریافت بکنم؟ چگونه من از شما را قبول بکنم؟ بگم مریضین، دیوانه‌ین، بی‌سوادین، گمراهین، ابلهین، احمق. چی باید براتون بگم؟ با طوری رسمی هم اومدم پیام دادم، سختم براتون گفتم، ملایمم براتون گفتم، غیر رسمی هم گفتم که یگانه راه حل ما اونمو سلاح تپانچه است. مرد مردن برام بالاتر از نامرد بودن، نامرد زیستن است. فایده نداره. و امروز چه کاری انجام میتین اینا؟ پدری من آموزگار، یک نفری که خدمت میکنه برای مردم با معاشی بدپسترین معاش تا 1000 سوم تا 800 سوم نمیدونم، روز چه صرف میکنه، وقت چه صرف میکنه، میره فرزند این ملت معاش میتیه. به همون تهدیده که ما شما رو از کار میگیریم. منطقی همی کار شما کجا است؟ یک کسی که اگر ما بگم که یک کسی به دیپلم است، یک کسی الکی سفیده را بود کرده است، آمده است، آموزگار است، خب میگم خب دیگه وزارت درست میکنه، کمیته درست میکنه. یک کسی که چندین سال 20 سال تجربه آموزگاری دارد، 7 پشتش آموزگار گذشته است، نمیدونم هر جایی که رفته است، خب از بدنش فخر میکنم. شما میبینید به این تعدیل که من سیاست بس بکنم که شما از کارش میگیرین. اینا فهمیشه شما، اینا عقل شما. میدونید یک مینیستر است سالانه ماهانه 5000 دلار پارا میگیره، معاش میگیره، در پرادو در لامبورگینی میگرده، دلو میسوخ میگم بس میگم پدر لامبورگینی تا میگیره، ولی از دیگه 800 سومون معاش میتینش، 800 سومون
بگیرینش. او عملی که انجام داده یک خواهر بزرگ داشتیم از کار گرفتینش. ما باید زیخ شم واقعا، ولی در این عمل ها میخندم، میگم دیوانه این شما. گمان کرده که یا برای من ضربه زدن، اما یک زمانه تکنولوژی هست، بعضی اپارات‌ها هستند در همون جایی که پشه زیاد است میمونند، تاگ داره. وقتی پشه بیاد همون تاگ میزنه بز میگه میمیره. عمل‌های شما عملی همون پشه است که میاد در مقابل یک تاگ، یک قوه انرژی میزنه میمیره میره. من همون قبول دارم. با کدام زبان ما برای شما با پیغام برسونم که این معنی نداره این کارتون، فایده نداره این کارتون. راهبریت وزارت و کمیته، شما که وزیرین، رئیسین، اکادمیکین، نامزد علمی، پروفسورین، چند کتاب نویسین، دکترین، او بلیاز خدا یک کمی ترتیب دارین وزارت. یک عاقل خانه کردین، یک وزارت آوردین، یک عاقل خانه کردین. هر خر و نرخر و مچخر در اونجا مسئول است و گبزن است. یک کمی عمل را انجام بتین که من ببینم بگم که خب واقعا راهبریت یک کمیته یک کمی فهمیش داره، یک کمی منطق داره، یک کمی علم داره، یک کمی دانش داره. بیاین در این مسئله من کمی پایان برم تو نگم که اون اخلاقش نشون از اخلاق امیده داره. اگر یک زیر دستی یک کاری میکنه گویا تو نمیدونی، این هم یک نبودن مسئولیتی تا یک پادوان آوری مسئول موندی طبیعی کارا میکنه. و با کی کیارا میخواین شما از وظیفه بگیرین؟ هیچ کدامش پریمیر مینیستر نیست، هیچ کدامش وزیر نیست، هیچ کدامش راهبری کدام کمیته با نفوذ نیست، راهبری کدام انشاءات نیست که میلیون دلار در خارج ندارن که سرمایه‌شون بگیرین، دولتشون بگیرین، پول ماشون بگیرین. خب آخرون کاری که میکن از وظیفه‌شون میگیره. زیغ بشم وای کارا نکنین ولی از خدا بگیرین، بگیرین. گناه من نیست. من شهروند جمهوری تاجیکستان 18 سال بالا هست عمرم، حق کنستیتوسیونی دارم. هر عمل و هر کردار و هر گناه و هر جنایتی میکنم من در نزد قانون جواب میدم. طبق سرقانون جمهوری تاجیکستان من یعنی که هیچ عملی مده کسی حق جواب دادن نداره. نه پدرم، نه مادرم، نه برادرم، نه خواهر بزرگم، نه خواهر کوچکم، نه خش و تبارم، نه تقا و عمک و دامادم، هر کسی که نباشه هیچ حقی ندارن. اگر که شما میرین یک نفر که نمیدونم خشی دور، تقا، عمک، خالات، هر کسی که نباشه او ابلهی شما نشون میتیا، نبودن قانون در این کشور نشون میتیا. همین خلاص شد. برای من باز یک هفته دیگه برنامه است که باز شما رو بگم ابلهی. تمام. از این زیاد هیچ ضربه نیست به خدا قسم. هیچ ناراحت بشم، زیغ بشم، خفه بشم، گریه کنم، داد بگم، فغان کنم، ولی از خدا هیچ نمیشم. نمیتونین. این فایده نداره. باور کنین من وقتی باز هم میگم من الکی نآمدم داخل سیاست. همین از نه اومدم که بعد فشار آوردین تمامی همون نوار من از یوتیوب بود که به خدا کو امنیت خونه مو رفت کو تا و چم کسالی دیل 57 بار فشار شو آوردین کسال شد است. تا اپتیک دورون همون است. میفهمین؟ ولی این عملهای ابلهانه شما است که همه این جبران داره. یک روز نه یک روز بر میگرده. و او گرد اطرافی که او شغلایی که در گرد اطراف هستین، او کسایی که بابانایی که کدام بچه‌تون وزارت میبره و میوین، نه مادر میمونه، نه زن میمونه، نه خواهر میمونه، خوب گوش کنین. به خدا قسم تمام مشکلی انسان فقط یک راه حل داره. این کاخ ستمگر است که بالاخره چپه میشه. بالاخره چپه میشه. من هیچ نظامی نیستم، هیچ سلاح ندارم، هیچ قاتل نیستم، ولی کاری نکنین که عملی چنگیز خان مناره بسازیم. من هیچ ربطی به شما دامادتون نیستم اگر سختتون برسه. هیچ ربطی به شما ندارم. فرزند شما را اگر میبرن گناه من نیست. گناه نبودن عدالت در او کشور است. گناه نبودن سیاست در او کشور است. گناه بی‌سوادی یک مقامدار است. عیب من نیست. عیب در من نبینین. به مسئولیتی شما است که نمیتونین در مقابل ظلم استاد شوین گپ زنین. گناه من نیست. شما میبینید یک
زنی پیر داشته میکنین، یک مادری پیر داشته میکنین، یک پدری که فرزندان شما رو تربیت میکنه باز داشته میکنین، تحقیر میکنین و خدا قسم همه این سب میشود. همه این در یک دفترچه نقطه به نقطه نوشته میشود. روز پرسش و سوال میبیو. عادی ترین کسی که در این قضیه ها دست دارین بالاخره اون نظامی از امنیت است. این مردم خلافت عثمانی نیمی دنیا را گرفت رفت، امپراتوری فارس و روم رفت، دولت سامانی و هخامی و هر دولتی به رفت، یک اسلام کریم و فی ظالم قاتل به مرد رفت، ولی شما نمیرین. امروز وجودی روسیه میلرزه، پوتین یک ابرقدرت دنیا میلرزه، بالاخره آخری کارش شکست است میروه. شما از یک چوپان، از یک کسی که از یک فرم آمد راهبر شد، از او چی انتظارین؟ قدرت فکر کردین دائم میمونه، شما همو بزغاله بازی کرده میگردین. مطمئن باشین که یک روز این نظام از بین میروه و سوال و جواب شما دولت میبیو، قانون میبیو، عدالت میبیو. و من از کسی دعواگری هستم که آخرین کسی که در این قضیه دست داشتین فشار آورین در نزد قانون جواب میتین. با او خاطر باز هم میگم راهی بازگشت من وطن میبخشه، پیشوا میبخشه، پیشوا برین ختونه بخشه، برین زن و کودکاتونه ببخشه، خواهر و برادراتونه ببخشه. من گناهی نکردم، من تجاوز نکردم، من مال کسی را نخوردم، من به دولت خیانت نکردم، زمین وطن نفروختم که مرا کسی باید ببخشه. من نیاز به بخشش کسی ندارم، مرا خدا ببخشه. این پیغامی بود که شاید آخرین بار باشه که من به این اصول خاطر شما گپ میزنم. و ایلا من یک بار پیغام داده بودم که کوشش میکنم که من یک هفته یک بار برآمد میکنم، کوشش نکنید که من هر روز برآمد کنم، هر روز برنامه داشته باشم. امکانیت پیدا میکنم، میشینم هر روز برآمد میکنم. صدها هزار نفر هر روز در افیر دعوت میکنم، ده ها جوان دیگر را آماده میکنیم. همین که یک هفته یک بار مسئولیت داریم میریم دنبال زندگی، همین را بمانین که به همین اصول بریم. و ایلا این کاری که شما میکنین ولی از خدا یک بندی خدا را میرین از زندگی میگیرین، از کار میگیرین، بریم بکشین. شما خوبتر است، دستتون پر از خون باشه، آخه بکشین. خوبتر است چه مزه که مجبوری یک نفر از ظلم میکنین، تهدید میکنین، تاخیر میکنین. بکشین، خوبتر است. من امیدوارم که به گوش اون بزرگوارا میرسه که میفهمم من چی میگم. برای او چرت پرتایی که در اطراف هست، او به پگان و با پگانی که اصلا سواد ندارن، لااقل یک دو کلمه کتابی گپ زدن نمیتونن، یک روزنامه را خواندن من برای او گپ نمیزنم. من با او حیف است، من اصلا 100 بار زنگ زدن قطعا گپ نمیزنم. نمیدونم در اورون خودم نمیدونم تونه چهار به سواد ابلهی. ولی پیغام من برای او کسایی هستن که مسئولین، مسئولیت دارین در این حکومت، خوب گوش کنین، جلوی این ابلهی و احمقیتون رو بگیرین. این آخرین شاید پیغام بود که برای شما من میرسونم. ولی بعد از این من باز هم میگم که هفته 2 بار و 3 بار و 5 بار و 7 بار باشه، من 8 بارش میکنم. بعد وقت دیگر من نمیدونم با کدام راه پیش میگیرین. شمشیر میگم که تنکا وقت میریم پشت در خونه و برو کو بزنیم یک تیر.